هر سحر ما بارندگان کارهای فهماندهی میدیم، ماشینا رو دزینفکسیون میکنیم، دورو میشپیم و کوربری کسودیم. بعد انجام میکنم همین کارا رو درون داخلی اتوبوس رو تازه کرده با چیزای بی‌ضرر کننده تازه میکنیم. ما تصمیم گرفتیم که همه روزه در خط سیرو کار برده با رانندگان هم صحبت شده که از معیار زیادی جای نشست آدم نگیرن و آدم سوار ننمایند.